مشاوران املاک که نخبگان اصناف کشور و تسهیلگران معاملات هستید، شما که سالها با بی‌مهری و ناسپاسی مواجه بودید، امروز می‌خوایم به بررسی یکی دیگه از مشکلات مشاوران املاک که این روزها باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن بپردازیم و راهکارهایی رو ارائه بدیم. این روزها یکی دیگه از مشکلات پیش روی مشاوران املاک راه‌اندازی سامانه‌ای به اسم خودنویسه. خودنویس نسخه‌ای با جوهری سمی که توسط پزشک تجویز نشده. شتاب زدگی دولت و مجلس در ایجاد سامانه‌ای برای ثبت رایگان معاملات مسکن که رنگ و بوی تبلیغاتی و پوپولیسی داره با 8 ایراد ذاتی مواجه شده که میتونه علاوه بر دردسر جدید دستگاه قضایی که قطعاً همراه با خدمات رسانی 24 ساعته دستگاه قضا رو 24 ساعته درگیر پرونده‌های جدید میکنه، اثرات مخرب دیگری رو بر بازار مسکن داشته باشه، در شرایطی که قیمت مسکن در دولت 13 بیش از 146% رشد کرده و به متوسط 74 میلیون تومان و ازای هر متر مربع در تهران رسیده. حق الزحمه ناچیز مشاوران املاک به اندازه 25% در معاملات فروش آخرین اولویتی هستش که لازم بود در موردش چاره‌اندیشی بشه. 5 ایراد قانونی به اضافه 3 ایراد ماهوی که به سامانه خودنویس وارد هستش که در اون امکان ثبت قرارداد به افراد غیر متخصص در حوزه املاک داده شده، میتونه دردسر جدید مردم و دستگاه قضا در آینده باشه و خسارات جبران ناپذیر رو به متعاملین وارد بکنه. وزارت راه و شهرسازی به استناد 2 تکلیف قانونی بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد سال 1400 اقدام به راه اندازی سامانه‌ای کرد که مالکان و مستاجران بتونن رأساً و به صورت رایگان اقدام به انعقاد قرارداد اجرا بکنن. بر این مبنا وزارتخونه با حذف سامانه املاک و مستغلات با نام ایران املاک که از سال 88 تا کنون فعال بوده و ایراداتش کامل گرفته شده بود، سامانه جدیدی رو تحت عنوان خودنویس راه اندازی میکنه. دقیقاً اینجاست نقطه انحراف دولت از قانون مجلس. چرا در متن قانون جهش تولید مسکن از دولت خواسته نشده بوده که سامانه جدیدی راه اندازی کنند، بلکه باید کلیه معاملات املاک و مستغلات رو در سامانه ایران املاک به صورت رایگان برای متعاملین فراهم می‌کردند. رایگان شدن ثبت قراردادها به قیمت ورود افراد غیر متخصص در معاملات مسکن ایراد دیگه‌ایه که احتمالاً قانونگذار به عواقب اون توجه چندانی نداشته. اونطور که مشاوران حقوقی املاک میگن در هیچ جای دنیا ثبت قراردادهای ملکی بدون استفاده از مشاوران میسر نیست. احراز هویت الکترونیکی در صورتی که از استثناهای قانون تجارت الکترونیک هستش در مورد اموال غیر معمول توسط داده پیام از دیگر اشکالات سامانه خودنویس هست که مسئولان دولتی به استناد ثبت هزاران تراکنش بانکی که سقف اون نهایتاً به 50 میلیون تومان در روز میرسه و از اون تجاوز نمیکنه، میان و در مورد اموال غیر معقول هم بهش استناد میکنن. با توجه به تاکید قانون مدنی بر لزوم قصد در معاملات، ثبت قرارداد به صورت الکترونیکی میتونه مغایر با این اصل قانونی باشه. نکته بعدی که باید بهش توجه کرد و به هیچ روش قابل ویرایش نیست، رقابت دولت با بخش خصوصیه که به دنبال ایجاد سامانه خودنویس به وضوح مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. وجود 176,000 واحد صنفی دارای جواز مشاوران املاک در کشور
با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفری اونها همراه کارکنان مجموعشون بخش قابل توجهی از بار اشتغال را از دوش دولت برداشته، در حالی که ماده 18 از فصل 5 قانون جهش تولید مسکن اشتغال این صنف رو نشونه گرفته که گسترش بیکاری در بخش املاک تبعات شغلی و اجتماعی بسیاری برای کشور میتونه داشته باشه. این نکته رو نباید فراموش کنیم که بخش مسکن با 78 بخش اقتصاد رابطه پیشین و با 56 بخش اقتصاد رابطه پسین داره و این بخش به عنوان حوزه پیشران نامیده میشه. تصویب قوانین ضد اشتغال در بخش مسکن تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. در مجموع 8 ایراد قانونی و ذاتی به سامانه خودنویس وارد میشه که شامل احراز هویت غیر حضوری، حذف واسطه به عنوان فرد آگاه و مسئول در مقابل مسائل حقوقی، ورود عامه مردم و بدون اطلاع به موضوع پیچیده و تخصصی انعقاد قرارداد، نبود لینک به استعلامات قضایی، انداختن مسئولیت به گردن متعاملین، مشورت نکردن با صنف مربوطه و کارشناسان حقوقی، ضربه زدن به اشتغال بخش املاک و رقابت دولت با بخش خصوصی به عنوان عامل مغایر با قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی است. شاید بشه گفت مهمترین انگیزه دولت برای ایجاد سامانه رایگان ثبت قراردادهای مسکن عدم پرداخت وجه از طرف متعاملین به مشاوران املاک بوده، در حالی که مشکل اصلی مردم در بازار مسکن رشد سنگین قیمت خانه است و حق الزحمه مشاوران املاک 1/4 اجاره بها و 25% فروش کمترین و ناچیزترین نکته‌ای هست که میتونست بهش توجه بشه و البته حلقه دادرسی و وقتی که از افراد ناآگاه